ستون فقرات گردنی ساختار قابل توجهی از مهره‌ها، مفاصل، ماهیچه‌ها، رباط‌ها و تاندون‌های به هم پیوسته هستند که همگی با هم کار می‌کنند و در عین حال طیف وسیع از حرکت را فراهم می‌کنند. با این حال هر یک از این ساختارهای آناتومیکی ممکن است فرسوده شوند یا آسیب ببینند و باعث گردن درد و احتمالاً دردی شوند که به بازو منتقل می‌شود. گردن درد حاد معمولا شامل پارگی عضله یا رباط گردن می باشد. گردن ممکن است سفت شود و یا اگر با اسپاسم عضلانی درگیر باشد، درد ممکن است شدیدتر شود. گردن دردی که در طی یک دوره حداقل 3 ماه ادامه پیدا کند یا دوباره عود کند، مزمن در نظر گرفته می شود. منابع رایج گردن درد مزمن شامل مفاصل فاسد و دیسک های بین مهره‌ای در قسمت پایینی ستون فقرات گردنی است. دیسک ها به ایجاد فاصله و بالشتک بین استخوان های مهره های مجاور کمک می کنند، در حالی که مفاصل فاسد امکان حرکات محدود را فراهم می کنند. دیسک در صورت تحلیل رفتن یا فتق می تواند به منبع درد تبدیل شود و یک مفصل فاسد زمانی منبع درد می شود که غضروف محافظ آن شروع به ساییدگی کند و یا کپسول مفصلی پاره شود. با تحلیل رفتن مفصل خارهای استخوانی رشد می کنند تا آن را تثبیت کنند و التهاب و سفتی را افزایش می دهند. این تغییرات زوال کننده در دیسک ها و مفاصل فاسد در ستون فقرات گردنی می تواند باعث فشرده شدن ریشه عصبی شود که منجر به علائم رادیوکولوپاتی گردن مانند درد، گزگز، بی‌حسی و یا ضعف در بازو می شود. به طور مشابه تغییرات دژنراتیو در دیسک ها و مفاصل فاسد نیز می تواند باعث فشرده شدن نخاع شود و در نتیجه علائم میلوپاتی گردنی، درد شدید، ضعف و یا کاهش هماهنگی در هر نقطه زیر سطح فشردگی طناب نخاعی ایجاد شود.